أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب الحج، یعنی که کتاب در مسئله حج کردن. پس ما و شما این کتاب را درس گذشته شروع کردیم، یک آیت و 2 حدیث از این کتاب گرفتیم و درس امروزمان از 3 حدیث کتاب حج شروع می شود. 3 کتاب حج حدیث 1272 کتاب ریاض الصالحین هست. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1272 کتاب ریاض الصالحین میگوید و عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت سئل النبی صلی الله علیه و سلم ای العمل افضل، پرسیده شد پیغمبر صلی الله علیه و سلم کدام عمل افضلتر و بهتر و خوبتر هست؟ قال ایمان بالله و رسوله، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند ایمان آوردن به الله و ایمان آوردن به پیغمبر الله این افضل ترین عمل می باشد. قیل ثم ماذا، باز پرسیده شد که بعد از این چی است؟ قال الجهاد فی سبیل الله، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند جهاد کردن در راه الله، یعنی جهاد در راه الله بعد از ایمان آوردن به الله و پیغمبر بزرگترین عمل و پر ثوابترین عمل می باشد. قیل ثم ماذا، باز از رسول الله پرسیده شد که بعد از این چی؟ قال حج مبرور، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که حجی کامل و مقبول، حجی که مبرور باشد، مبرور یعنی کامل و پره و مقبول باشد، این همچنین افضل ترین عمل هست. این حدیث متفق علیه می باشد. در زیرش امام نووی رحمه الله میگوید که المبرور هو الذی لا یرتکب صاحبه فیه معصیه، یعنی حج مبرور اون حج است که مرتکب نشده باشد صاحبش در حجش گناه را، یگان کمبودی را در حجش انجام نداده باشد، پس انا همون حج را میگوین حج مبرور. این حدیث دلالت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما افضل ترین عمل ها را بیان کردند. اولین بزرگترین عمل این ایمان به الله و به پیغمبر است، این درجه اول است، یکم، و دویم جهاد است و سیوم حج است. سیوم در درجه سیوم حج می باشد، یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث برای ما و شما درجه ها را بیان کردند. پس ما در بعضی حدیث های دیگر می بینیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا میگوید که بزرگترین عمل نیکویی به پدر و مادر است، یا کسی آمد پیغمبر را پرسان شد که مرا نصیحت کو، پیغمبر گفتش که غضب نکن، باز گفت نصیحت کو، گفت غضب نکن. یعنی که این حدیث ها دلالت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم انسان را دیده به حالش توصیهش میداد و نصیحتش میکرد و براش سخن میگفت. انسان را میدید پر غضب است، او را میگفت غضب نکن. انسان را میدید که احترام به پدر و مادر خوب ندارد، او را میگفت احترام پدر و مادر. اما در عموم عملها ترتیب گذاریش همینی هست که در این حدیث خواندیم، یعنی درجه اول ایمان به الله و به پیغمبر و از این پایانتر جهاد در راه الله و درجه سیوم حج مبرور، حج پره و کامل و مقبول. این بود حدیث 1272 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1273 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت
سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میگوید من حج فلم یرفث، یعنی هر کسی که حج بکند اما سخن زشت نگوید، یا میتونیم یرفث هر کسی که حج بکند با همسرش در حالت احرام بودن نزدیکی نکند، با همسرش نزدیکی نکند اگر در حج همسرش همراه خودش باشد. یا یرفث سخن زشت نگوید، سخن بد نگوید. ولم یفسق و همچنین مرتکب معصیت هم نشده باشد، یگان گناه هم نکرده باشد. رجع کیوم ولدته امه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه این انسان میگردد، باز میگردد چنانه که از مادرش تولد شده بود. چطوری که از مادرش تولد شده بود، از گناه پاک و پاکیزه بود، پس این انسانی که در حالت حج کردن سخنان زشت نگوید یا با همسرش همخوابگی نکند در وقت احرام داریش و همچنین مرتکب معصیت نشده باشد، پس این انسان تمام گناهانش بخشیده می شود، به مثل که نو از مادرش تولد شده است. این حدیثی متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1273 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1274 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما، یعنی از یک عمره تا عمره دیگر یک انسان چند بار پی در پی عمره میکند، پس از این عمرهش تا از این حج عمرهش تا حج عمره آیندهش کفارة لما بینهما، پس کفاره است اون چیزی که در بین این دو عمره انجام داده است از گناه های صغیره، پس کفاره است. یعنی که انسان وقتی که عمره میکند پس بخشیده میشود گناهانش، کفاره است یعنی سبب بخشش گناهانش میگردد. پس این فضیلت عمره کردن که از این عمره تا عمره آینده را بین هر دو عمره گناهان صغیره که میشود عمره میکنی اون گناهان بخشیده میشود. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه، اما حج مبرور، اکنون عمره رو فایدهش این بوده است که از این عمره تا عمره آینده را چی گناهی کردی بخشیده میشده است. اما حج مبرور چی؟ یعنی حج کامل و پره و مقبول، حجی که در اون معصیت انجام نداده باشد صاحبش، میگه لیس له جزاء الا الجنه، پاداش برای اون بجز جنت وجود ندارد. یعنی پاداش اون این انسان حج کننده جنت است. هر انسانی که حج مبرور میکند یعنی پاداش نگو ثواب چی قدر براش داده میشه، گو جنت است، یعنی بالاترین مکان، یعنی تمام عمل برای چی است؟ برای به دست آوردن جنت. پس حج مبرور پاداشش ان همون جنت است. هر کسی که حج مبرور انجام بتید یعنی حج کامل و پره و به سخن زشت و به مرتکب معصیت و گناه، پس اون حج صاحبش را داخل جنت پرناز و نعمت میگردانده است. متفق علیه است. این حدیثی متفق علیه می باشد. خب این بود حدیث 1274 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1275 کتاب ریاض الصالحین امام نووی رحمه الله میگوید و عن عائشه رضی الله عنها قالت، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت قلت یا رسول الله، حضرت عایشه رضی الله عنها میگوید گفتم که رسول الله نرى الجهاد افضل العملی، میگم ما میدونیم که جهاد افضل ترین عمل است، پرثواب ترین عمل است. افلا نجاهدو، آیا جهاد نکنیم؟ اگه زنها، یعنی که حضرت عایشه مادرمون گفت که ما زنها میدونیم که جهاد افضل ترین عمل است،
آیا ما زنها هم جهاد نکنیم؟ فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این سخن حضرت عایشه مادرمان گفت که لکن افضل الجهاد حج مبرور، یعنی برای شما زنها افضل ترین جهاد این حج مبرور است. افضل ترین جهاد شما ای زنها این حج پره و کامل و مقبول است. وقتی که شما می روید حج میکنید بدون کمبودی، بدون نقص و ناقصی، بدون مرتکب شدن کدام کمبودی، پس ان همین حج شما افضل ترین چیز برایتان می باشد. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1275 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1276 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عنها، یعنی از عایشه مادرمان رضی الله عنها روایت است که میگوید ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، هر آینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ما من یوم، نیست روزه، یگان روز وجود ندارد که اکثر من ان یعتق الله فیه عبدا من النار، بسیارتر آزاد کند الله سبحانه و تعالی در اون روز بندگانش را از آتش دوزخ من یوم عرفه، از روز عرفه دیده. یعنی یگان روز نیست که برابر شده بتواند بر روز عرفه، که در روز عرفه الله جل جلاله چنان بندگان زیادش را از آتش دوزخ آزاد میکند که حد و شمار ندارد. در دیگر روزها به مثل روز عرفه زیاد و بسیار و عددی بیشمار آزاد نمی کند. پس روز عرفه روزی است که الله جل جلاله بسیار بندگانش را از آتش دوزخ آزاد می کرده است. رواه مسلمون، این حدیث امام مسلم است. یعنی روز عرفه یکی از چی است؟ یکی از عملهای حج است، یعنی از فضیلت حج. فضیلت حج کردن روز عرفه که از احکام حج می باشد، که از ارکان حج می باشد، پس این قدر ثواب دارد یک روز عرفه. پس تصور کنید که شما در حج چی عملهای دیگری را همچنین انجام میتید، طواف کردن، سعی بین صفا و مروه و در مزدلفه قرار گرفتن. ببینید همه این روزها، همه این عملهایی که انجام میتید ثواب و پاداش بیشمار در نامه اعمالتون نوشته می شود. این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1276 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1277 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابن عباس رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه و سلم قال، میگوید از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند عمرة فی رمضان تعدل حجة او حجة معی. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که عمرة فی رمضان، یعنی که ثواب یک عمره کردن در ماه مبارک رمضان. هر انسانی که در ماه مبارک رمضان عمره میکند، حج عمره را انجام میتید، ثوابش چی است؟ تعدل حجتن، یعنی برابر است با یک حج. یعنی ثواب یک عمره در حج، ثواب یک عمره در رمضان برابر است با ثواب یک حج فرضی. دقت دادید؟ ثواب رو بین برابر با یک حج در فرضی انجام میتی، به مثل اون ثواب برات نوشته می شود. او حجتا معی، یا میگه پیغمبر گفت که حجی که با من انجام میده، با پیغمبر. هر کسی که در رمضان عمره میکند
ثوابش به مثل این است که گویا که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم حج انجام دادگی است. یعنی در ثواب به مثل همین اجر و پاداش و ثواب میگیرد. ثوابش به همین اندازه زیاد و به همین اندازه بسیار می باشد. این حدیث متفق علیه است. پس تا اینجا این حدیث هایی که خواندیم، ببینید همه این حدیث ها فضیلت هایی یا فضیلتی یا چند فضیلت از فضیلت های حج و عمره هست. فضیلت های حج و عمره را رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث های مبارک برای ما و شما بیان کرده است. بعد از این حدیث 1278 کتاب ریاض الصالحین، ان شاء الله این حدیث 1278 کتاب ریاض الصالحین را درسی آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.